شتر میرفت و موش لجام او را میکشید. چون شتر به آرامی در پی او روان بود، خودپسندی موش را مغرور کرد که این منم، شتری با این بزرگی را راه میبرد. شتر فکر او را دریافت و به خود گفت او را در جایش نشانم که راهنمای من نیست و از خری شیطان پسترش بکشم که دیگر چنین خیال خودخواهانه به سرش نزند. در راه به نهر آب رسیدند. موش چون چشمش به آب افتاد ترسش گرفت و ایستاد. موش آنجا ایستاد و خوش گشت. گفت اشتر ای رفیق کوهودش، این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟ ها بینه مردانه اندر جو درا. گفت این آبی شگرف است و عمیق، من همه ترسم ز غرقاب ای رفیق. شتر گفت بگذار پادرون آب بگذارم و ببینم چقوری آن چقدر است. آنگاه به آب در آمد. آب تازانوی او بود. گفت تازانوس آب کورموش، از چی حیران گشتی و رفتی ز هوش؟ گفت موری توست و ما را اژدهاست، کی ز زانو تا به زانو فرق هاست. گر تو را تازانو است ای پرهنر، مرا 100 گز گذشت از فرق سر. شتر گفت میبینی که آب تازانوی من نمیرسد، تیزتر به آب درآ. موش گفت از زانو تا زانو فرق است. آنجا که آب به زانوی تو میرسد، از فرق سری من چندین گز در میگذرد. شتر گفت با این ناتوانی چگونه دعوای رهبری میکنی و کبر و غرور میفروشی؟ موش گفت توبه کردم. گفت توبه کردم از بحر خدا، بگذران زین آب مهلیق مرمرا. دل اشتر بر موش بیچاره و شرم زده سوخت و گفت برجه و بر بالای کوهان من بنشین. از این پس غروری خودپسندی را از خود دور کن. خودپرستی از شوهت سرچشمه میگیرد و چون تکرار شد عادت می شود. تو رعیت باش چون سلطان نی، خود مران چون مرد کشتیبان نی. داستان از مثنوی جلال الدین بلخی.